فاجعه بسیار بزرگ بوده و سایت رسمی شاخص عدم قطعیت جهانی هنوز خودش رو بعد از جنگ بین ایران و امریکا بروز نکرده. 3 شاخص رو با هم بررسی می‌کنیم تا ببینیم جهان در چه وضعیتی قرار داره. شاخص رسمی عدم قطعیت جهانی از می 2025 تا سپتامبر 2025 از 78000 به 122000 وارد رسید که این رکورد تاریخی حتی در دوران کرونا هم به این اندازه رشد نداشتیم. نشون میداد جهان وارد فاز جدیدی از بی‌ثباتی شده که جنگ بین ایران و امریکا رخ داد. ریسک ژئوپلیتیک جهان رو بررسی می‌کنیم. بعد از حملات هوایی و بسته شدن تنگه هرمز، این شاخص یکباره جهش کرد، زنجیره تامین نفت در دنیا لرزید و ترس از شوک نفتی بسیار واقعی شد. اینجا سردرگمی بانک‌های مرکزی رو می‌بینیم. رئیس بانک مرکزی فنلاند در 25 مارس گفت چشمانداز بسیار مه‌آلود است. رئیس بانک مرکزی آلمان در 16 آوریل گفت هنوز نمی‌دانیم نرخ بهره را بالا ببریم یا پایین. یعنی بزرگترین بانک‌های مرکزی دنیا نقشه راه خودشون رو گم کردن یا اینطوری به ما نشون میدن که گم کردن. بازار فارکس قفل شده، کریپتو در انتظار یک شوک بزرگ نفتی است و شاید مدل‌های قدیمی جوابگو نباشند. باید دید در این روزگار بسیار محتاطانه باید سرمایه‌گذاری کنید.